اینک توجه سراینده های مشهور تاجیکستان اسماعیل شریف زاد و تخمینه اودینایوا نخستین کنسرتی خویش را که 16 مای در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان برگزار گشت بهر مخلصان پیشکش میکنند. در این کنسرت سرودهای نو، رقصه‌های مفتون کننده در صحنه پرجلال، اسلوب نو، آهنگ‌های جذاب، صدای شیرین و به دل نزدیک. این کنسرت زیر عنوان تسکین دلها برگزار گشت. روی کنسرت حجم‌نگار شناخته حسنی چیلا جدایی آمد و حالم بدتر شد، کاولرم برفت خانم پجر شد. دخترکا میخونن نه خیلی خیلی همه یک با فاسفور میبیاد نمیبیاد ابرد نمردک میرود گدر افزید میشود میرن پشم و میچین چورش کنن. حسنی چیلا با نزدیکی از تمام نقطه های فیتافروشی دسترس نماید. اسماعیل شریف زاد و تخمینه اودینایوا، تسکین دلها.